میدونستید چرا استاد شهریار از پزشکی انصراف داد؟ یکی از خاطراتش مربوط به همون دوران دانشجویی پزشکی بودنش هست که میگفت در زمان دانشجویی مطبی در تهران دایر کرده بودم و مریض میدیدم. روزی دخترکی به مطبم اومد و گفت آقای دکتر دستم به دامنید، پدرم داره میمیره. میگفت سریع وسایل پزشکیمو جمع کردم و از مطب بیرون زدم. وقتی رسیدم اونجا دیدم خونه مخروبه‌ایه که از نداره گلیمی یا زیلویی بود که برده بودند و فروخته بودند. پیرمرد هم وسط لحاف دراز کشیده بود و ناله میکرد. پیرمرد رو معاینه کردم و چند قلم دارو نوشتم و دادم دست دخترک. گفتم برو فلانجا از آشناهای من هست، از اونجا مجانی بگیر و بیاور. بعد نشستم سر بیمار زار زار گریه کردم. دخترک اومد و دلداری میداد. میگفت عیب نداره آقای دکتر، خدا بزرگه، خوب میشه. میگفت من با این روحیه چطور میتونستم پزشک بشم؟ راستم میگفت. محمد حسین بهجت تبریزی نیومده بود تا دکتر بشه، اومده بود تا شهریار شعر ایران بشه. Yüzün gülsün, bulakların ağlasın.